کانال نینجا شو خوش اومدین. این دفعه قراره بچه توی باشگاه بهتون یاد بدم که چطوری از کونای و یه دونه تناب خنجر اسکورپیون رو داشته باشیم و حرکاتش رو بهتون یاد بدم. خب بچه‌ها همونطور که توی دست من می‌بینید به این کار میگن کوساری تانتور. اگر این کونایی هست پس میشه کوساری کونای. به تناب کوساری گفته میشه، به اون فلزی که سرش هست اگر کامو باشه میشه کوساری کامو، تانتو باشه کوساری تانتور. ببینید بچه‌ها در اصل شما از زنجیر استفاده کنید، ولی چون که توی مرحله مقدماتی هستید می‌خوایم تمرین کنیم، آموزش ببینید، زنجیر رو میذاریم کنار، از تناب استفاده میکنیم. الان به خاطر که من بتونم هر دو مطلب رو ادا کنم اومدم این کونایی که سرش هم تیز نیست زیاد رو گذاشتم و دارم آموزش بهتون میدم. پس شما اصلا از کونای استفاده نکنید یا چیز شیء نکتی است. حالا بریم حرکاتی بهتون آموزش بدم که اسکورپیون انجام میدن. این حالت ضربه دری رو که بهتون تو ویدیوی قبلی آموزش دادم انجام میدید. اینجا که میخواین بیارینش پایین، از این سمت که میخواد بیاد پایین، پای راست رو این حالت آماده نگه میدارید که تناب و پاتون اینجا با هم دیگه قفل بشه. یه حالتی به هم دیگه میدن و کافیه که وقتی که تناب و پا قفل شدن اینجا شما پاتون رو برین جلو. این پرتاب میکنه. ببینید خیلی آروم میدم. ببینید این میاد کف پا بچه میچرخه، پاتون رو که آزاد میکنید، پاتون رو که میزنید جلو، حرکت ذره مایلگیری هست ما بهش میگیم. آزاد میکنید، تناب آزاد میشه و به سمت جلو حرکت میکنید. حالا این ترکیبش توی ویدیوی قبلی بهتون حرکت دور گردن آموزش دادم، اگه خاطرتون باشه خیلی ساده است. این حالا اینو که انجام دادیم بچه‌ها عکسش هم میخوام انجام بدیم. ببینید یک، حالا همینجا دوباره میاد دور گردن برمیگرده. این باعث میشه که جهت حرکت زدن شما رو عوض کنه. وقتی که حرکت دور گردن رو میزنید ببینید یک، دو، عوض جهتش عوض میشه. از این سمت میارم ببینید یک، دو، جهت زنجیر زدن هم عوض شد. خب الان اینجا چیکار می‌کنید؟ خب حالا حرکت سوم. اینجا چیکار می‌کنید بچه‌ها؟ ببینید. میاریم زیر کتفمون یا زیر بازو. چند بار می‌چرخید. می‌ذارید زیر کتفمون. از این سمت میرم ببینید. این حرکت بچه‌ها. اجازه بدید دور کتفتون بچرخه. حالا آزاد میکنید.
وقتی که بچه بالا تنتون رو بچرخونید، زمانی که قبل از اینکه کامل دور دستتون بچرخه تناب پیچیده بشه، بالا تنتون رو بچرخونید، تناب آزاد میشه به این سمت میره. ببینید بچه 1 2 دیدید؟ ببینید بچه 1 2 دوباره برمیگردم 1 حالا یه دور بچه سرهم بریم ببینید 1 2 3 4 این میاد عوض میشه برمیگرده و حرکت آخر زد دوباره میرم ببینید 1 نه استاد اوکیه. خیلی ممنون بچه‌ها که تا اینجا ویدیو ما رو تماشا کردین. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه. کلی تکنیک‌های خفن‌تر هم داریم، اینا رو بچه‌ها حتما تمرین کنید. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه، ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید و مرسی که چنل خودتون چنل نینجا شو رو دنبال می‌کنید.